سلام و درود به همراهان و دوستان چنل آلفا. من عبدالرحمن هستم و در این چنل آمار و ارقام و اطلاعات جالب و جذابی را خدمت شما دوستان ارائه میدم که امیدوارم رضایت بخش همه باشد. در این ویدیو این رو هم بگم، لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بزن بریم. تعداد خرس‌های قهوه‌ای هر کشور در سال 2023: رتبه 40 سوریه با 5 عدد خرس، لیتوانی 10 عدد، لتونی 45 عدد، کشور فرانسه 50 عدد خرس، ایتالیا 55، نروژ 70، جمهوری چک 75، بلاروس 80، ازبکستان 90 عدد، نپال 100 عدد خرس، یونان در رتبه 30 150 عدد خرس، چین 150، لهستان 150، پاکستان 170، گرجستان 170 خرس، مقدونیه شمالی 185 خرس، اوکراین در رتبه 24 با 200 عدد خرس، افغانستان 200 عدد، قزاقستان 210 عدد خرس، آلبانی 250 عدد خرس، تاجیکستان در رتبه 20 260 عدد خرس، مونتنگرو 320 عدد، اسپانیا 350 عدد، هند 460 عدد، کره شمالی 500 عدد خرس، رتبه 15 اسلوونیا 650 عدد خرس، اسلواکی 710 تا، صربستان 750 تا، استونی 900 عدد خرس. بلغارستان 1100 عدد خرس. تاپ 10 این آمار: کرواسی 1200 عدد خرس، بوسنی 1200 عدد خرس، رتبه 8 فنلاند 1600 عدد خرس، رتبه 7 ژاپن 2500 عدد خرس، رتبه 6 سوئد 2800 عدد خرس، ترکیه در رتبه 5 با 3500 عدد، رومانی 6000 عدد و سگانه برتر کانادا 25000 خرس، آمریکا 32500 عدد خرس، و رتبه اول روسیه
با 120,000 خرس قهوه‌ای. اینم از آمار پراکندگی خرس‌های قهوه‌ای در سرتاسر جهان. امیدوارم این ویدیو مورد پسند همه قرار گرفته باشد و تا ویدیوی دیگر بدرود.